استاد ما فرمود هر وقت گریت گرفت و اشکت جاری شد بدون مهدی فاطمه ولی خدا داره بهت نگاه، او اذن داده. بارها و بارها شده شما نه مداح خونده نه روزخون قهاری بوده، تو ماشین نشستی داری میری، رادیو بازه، تو رادیو مثلا یه مداحی میذارن به خاطر بحث ماه سفر و اربعین هم دلت میخواد بری کربلا و هر کاری کردی نتونستی بری، جا مونده های اربعینی و تو ماشین اونم داره مثلا شعر قدم قدم بای علم اینا داره میخونه، شما آقا زار گریه میکنه. همون موقع که اشکت میریزه با خوندن یه شعر، هم که اشکت میریزه با اشاره به کربلا، حجت ابن الحسن داره اذنت میده، میگه تو برای حسین من همین الان گریه. هر وقت اشکتون ریخت، هر وقت چشتون بارونی شد، معلوم میشه که یه خبرایی توی دل است و خبرایی توی قلب است.